سلام دوستان، خوش اومدید به کانال کدنویس و خوش اومدید بر یک درس دیگری از CSS. در این درس ما میخواستیم با شما سینتکس CSS را بیاموزیم و ببینیم که سینتکس CSS چیست و برای چه آموختن سینتکس CSS لازم است. سینتکس CSS طرز نوشتن، یعنی قاعده استفاده برای استیل دادن الیمنت ها در CSS می باشد و عبارت از دو قسم: سلکتر و declaration. از ما به شما میفهمم که یا چیان. در اینجا ما یک سرلوحه دارم که رزمری H1 خطیه و در درونش نوشته شده که کد نویس و در پایان با یک پاراگراف داریم که چی لارم ایپسون خطی نویسگیم و حاضر میریم CSS چیکار میکنیم، طرزش نگاه میکنیم، سینتکسش. قسمی سلکتری که از ما به شما گفتم عده قسمی عبارت از قسمی اولش سلکتر و بعدش declaration. یکم قسمش سلکترش همیه که وقتی الیمنت همون می نویسیم، کم الیمنت هم خواهیم استیل بتیم همون را می نویسیم نامشه اینجا سلکتر همی سلکتر میگم. اگر ما در اینجا H1 ننویسیم، H1 بنویسیم بجای پاراگراف، این هم خودش هم چیه سلکتر حساب میشه. ما وزی میخوایم پاراگراف مون استیل بتیم، برای ما سلکتر مون پی میمونیم و وقتی که پر گذاشتیم ما باید چیکار کنیم؟ روی قاعده های CSS باید قوسای فیگورنی را بکشیم. قوسای فیگورنی که شده در درون قوس‌ها ما باید چیکار کنیم؟ دکلریشن های خودمون بنویسیم، یعنی هر یک استیل را که میخوایم در پاراگرافمون بتیم ما همون را باید دونه دونه بنویسیم. مثلا در اینجا ما میخوایم که رنگ پاراگرافمون با سرخ نوشته شود. وقتی که کالر مینویسیم و رد میگذاریم، برمیگردیم در سومون چقدر که شما میبینین پاراگراف با رنگ سرخ نوشته شده و اگر که با بخوام یک تا دیگه دکلریشن دبل کنم، شما در یک الیمنتی را که وقتی میخوایم استیلش بدین چند تا که میخواین دکلریشن میتونین وارد کرده. ما در جزئیات دکلریشن رنگ داخل کردیم، میتونیم دکلریشن دیگه برای متن ها در که جایگیر شویشون داخل کنیم. بنویسیم تکست الاین و سنتر. وقتی که تکست الاین سنتر هم بنویسیم متن های مورد چی در بین وب صفحه جایگیر میکنن. چقدر که شما دیدیم و حاضر شروع میکنیم برای استیل دادن در پاراگرافمون. سلکترمون رو انتخاب میکنیم H1 و سرلوحه مون رو انتخاب میکنیم و وقتی که قوس و فیگورین رو میکشیم در درونش چیکار میکنیم؟ دکلریشن های خودمون رو مینویسیم. در اینجا میخوایم که کلرش چیکار کنیم؟ تیل بتیم و تکست الاین ایره اند میتیم. چقدر که شما میبینین سرلوحه ما رنگش سبزه که کبوتک شد و تکست الاینش وقتی که اند ماندیم در آخر صفحه ما جایگیر شد. و همین شما میخواین اگر بخواین که هر دیگر چیزایی را که در اینجا دارین، مثلا یک سیلکه دارین در اینجا و نامش نوشتگین که کلیک مثلا، و وقتی برمیگردین چقدر شما دیستین در اینجا کلیک نوشته و اگر که در اینجا بیاین اب نویسین و سلکترتون ا انتخاب کنین و بخواین رنگ همین را دیگه کنین، در اینجا شما میتونین انتخابش کنین و کلرش بتین. دکلریشنش رو بنویسین که کلر توماتو. دکلریشن معناش به تاجیکی اعلامیه میشه. اینکه در اینجا اگر ما اعلامیه بگیم نفهم میشه، برای ما انگلیسی استفاده میکنیم تا اینکه خوبتر به ما فهم باشه. چقدر که شما دستین در اینجا رنگش چی تماتی شید، میگیریم از زردش میکنیم بهتر تا اینکه بفهمیم. چقدر دستین زرد در اینجا رنگش شدگیه و امیدوارم که به شما درس فهم بود و برادرها گفتگی بودن که درس را درست کنیم و اگر که ما این درسی را که سینتکس هم درست کردن باشم معنی نمیکنه برای همو درس را کلتر که بیشتر کوشش میکنیم درس برداریم و گفتنیم که یک مدت پس وقتی که خوبتر بیاموزیم حتما درس های دراز خواهیم کرد و با هم درس امروز به پایان میرسونیم تا درس دیگر. خدا نگهدار.